هفته خبر تو خبر داره براتون. از راند اخیر کشتیکج نظام که توش احمدی نژاد با یه نامه سرگشاده گردن لاریجانی رو پیچونده. حتی کشیده شده فرض. ضربه خوردن دم و دستگاه تروریستی عظما با لو رفتن ارتباط تروریستیش تو واشنگتن با مقامات نظام و دستگیر شدن 15 تا پاسدار تو عربستان که میگن زائرن. گسترش تحریما و بسته شدن راه نفس ماهواره‌ای آخوندا. این اقدام ضد آزادی بیان اتحادیه اروپا گامیه در جهت انحصار رسانه‌ای. 19 تا شبکه ماهواره‌ای و تلویزیون ایران یه مرتبه قطع. چنین کار جمهوری اسلامی کرد با هیچ شبکه تلویزیونی؟ یعنی ما اومدیم مثلا 19 تا شبکه غربی رو کاملا قطع کردیم. چنین کاری ما کردیم. اتحادیه اروپا دستور میده باید اینا رو به شما باید قطع کنید، صداشون قطع میکنن. خب در واقع یه تیر به قلب خودش میزنه. بالاخره باید توجیه بکنه پیش افکار عمومی خودش. ما چی میگیم که انقدر تو دنیا متهمیم؟ بی‌عقلی اتحادیه اروپا اینه که تحت فشار منافقین. چون شما تصور بکن یه لحظه که کار به یک جنگ بکشه، تنگه هرمز بسته بشه. من تازه علاوه بر این فکر میکنم که اونها به دنبال یک سری کارهای دیگه هستن. و ادامه پرواز قیمت دلار. اژه‌ای اعلام کرد که به میمنت و مبارکی اخلالگران بازار ارز دستگیر شدند. بعضیشون هستن که طلا را قاچاق کردن، از کشور قاچاقی بردن بیرون. قاچاقی هم باز طلا وارد ایران کردن. با شبکه‌هایی ایجاد کرده بودن اصلا قیمت مصنوعی درست می‌کردن. ولی قیمت دلار پایین نیومد. لابد باید اخلالگرا رو بفرستن آمریکا که قیمت دلار رو براشون بیارن پایین. احمدی نژاد این هفته تو شیراز یه تعداد گوش مفت گیر آورده بود. البته مفت که چه عرض کنم، صدها میلیون تومان خرج مراسم 10 روزه و دعوت از مهمونا کرده بودن تا آق محمود مزخرفاتش رو با افه ادیب و حافظ شناس تحویلشون بده. از همه عالم در میگذرد. با قمپوزی که این در میکنه، هر کی نشناسه فکر میکنه همین الان از انستیتو گوته اومده. از منظر حافظ عشق رمز و راز وصال است. مثل شاگرد تنبلایی که دست یادشون میره، سوزنش رو انسان کامل گیر کرد. یعنی انسان کامل میشود. انسان کامل را بشناسیم. انسان کامل جو عبارت است از انسان کامل. انسان کامل خودش راه است. باید انسان کامل را شناخت. انسان کامل با انسان کامل خالی از انسان کامل و دلدادگی به انسان کامل است. انسان کامل خطاب انسان کامل است. انسان کامل نوشید. فرج انسان کامل است. از ناحیه انسان کامل میشناسد. اما وقتی نوبت شعرخوانی رسید، چشمتون روز بعد نبینه. حافظ شناس انستیتو گوته تو درس فارسی اول راهنمایی هم رد شد. مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست. چی؟ مطلب رو اشتباه خوندی. یه بار دیگه بخون. مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست. شعر حافظ رو که بدی دست پاسدار همینطوری میخونه دیگه. این باید از این شعرها بخونه که من پاسدارم، تفنگ دارم، طاقمم و جا نمیذارم. یعنی از وصل توش نیست به جز باده به دست. باد به دست. باده چیه؟ طرف که مشروب فروشی نداره که از وصلش باده گیره کسی بیاد. عظما تصمیم گرفت برای مقابله با تهدید سرنگونی یه سری مانور دشمن شکن بسیج برگزار کنه تا با این بشکن هم اقتدار نظام رو نشون بده، هم از تولید داخلی ساندیس حمایت کرده باشه. یکیش تو تهران بود.
برخورداری از تکنیک ها و توانمندی های لازم، برخورداری از تجهیزات بسیار پیشرفته در بخش های هوایی، زمینی و دریایی و همچنین اون جوهر و خمیرمایه بسیج امروز بسیج رو تبدیل به یک کابوس برای دشمنان و امید برای دوستان کرده است. اوج این کابوس که تعادل نظامی منطقه و جهان رو به هم زده اینجاست. بله، ورود نیروهای مقتدر بسیج که جا مونده بودن و حالا که گروگانگیر خودش همکاری کرد و دستگیر شد، گروگان هم در رفت، محل دستگیری رو محاصره میکنن. این حرکت بسیجی‌ها رو میشه با این فیلم مقایسه کرد، با این تفاوت که هنرپیشش ژست اقتدار نمیگیره. با وجود سقوط قیمت ارز، بازار جنگولک بازی تو تیویریش همچنان داغه. وای اینجا هنده، ما توریستیم مثلا. وای چقدر قشنگه، کسی نیست؟ ببین اون پله رو نگاه کن، جون میده زیرش بمب بذاریم. وای رودخونه رو جون میده از همونجا حمله کنیم. البته لابلای این جنگولک بازی ها بعضی وقتا یک گوشه هایی از جنگ و دعوا هم بیرون میزنه. اینها خوبیش این است که این آقایی که دو گفت ادب داشته باشه. وسط کلام سخنگو دو گفتن حاکی از بی‌ادبی است. ما با 2-3 تا آدم بیکار نشستن اونجا میخوان فکر رو، زندگی ما رو برنامه ریزی کنن، به ما بگن به چی فکر کنیم، امروز چی کار کنیم، موضوع مهم چی هست. چرا اونا به ما بگن موضوع مهم چی هست، ما به اونا میگیم موضوع مهم چی هست. بنابراین مطلق خیالتون راحت باشه، اصلا خیلی مطالب ارزش شنیدن و خوندن نداره. بی حیایی مقامات نظام هم که جای خود داره. مثلا وقتی از وزیر مسکن میپرسن خونه هایی که قرار بود تو آذربایجان ساخته بشه الان که هوا رفته زیر صفر چی شد، اینطوری مزه میریزه. من رئیس سازمان هواشناسی مثل من هستم، هنوز زیر صفر نشد. اگه شما از هواشناسا بهتر از من میدونی که خبر ندارم. اولین شرکت کننده این هفته یکی از 3 رأس لاریجانی ملقب به صادق مشنگه است که بعد از چند بار تلاش برای کسب مقام در مشنگستان 33 سال بعد از سرنگونی شاه با این کشف جدید به میدون اومده تا فرار آخوندها از صحنه مبارزه رو توجیه کنه. همه مؤمنین همه با هم نباید به جهاد برند. جهاد برای اهل علم نیست، ساقطه. شرکت کننده بعدی تولید کننده این آگهی تلویزیونی در تیویریشه. با موتور قدرتمند مرسدس بنز، تولید ملی، افتخار ملی. شرکت کننده سومم مشتری ثابت مشنگستان، تئوریسین خوراکی سیاسی نظامه. یعنی حتی نوشابه‌ای که دارن میفروشن از طریق علم الابدان میفروشن. اگر ما تا به حال فتوایی رو میدیدیم که میفرمایند آقایون مراجع که فوت کردن به غذا کراهت داره، علتش اینه که سعدی رحمت الله علیه هم میفرماید هر نفسی که فرو میرود ممد حیات، یعنی اکسیژن یا گاز بخاری بهش میگن، و چون برآید مفرح ذات، یعنی وقتی که این نفس گاز CO2 از بدن رفت بیرون میگه مفرح ذات.
و چون نوشابه ها رو شناسایی کردن دشمنان ما، آمدن این گاز رو که بعد از اینکه شناسایی کردن و فهمیدن که چقدر مضره، این گاز رو کیلو کیلو میزنن داخل نوشیدنی ها و میدن به مردم میخورن. خب قطعا میشه حرام. در پایان یک نمونه آموزشی رو میبینیم برای کسانی که معتقدن نباید هیچ فرصتی رو برای شادی از دست داد، البته با رعایت جوانب امر. فرض کنیم کسی تو مغازه وایستاده و یک نوازنده دورگرد از اون حوالی عبور میکنه. چی کار میشه کرد؟